من در حال کاشت گندم توسط دستگاه کاشت هستم و یکی از سوال‌هایی که دائم ازم دارین میپرسین اینه که چرا ما زمین‌هامون رو قبل از کاشت شخم نمیزنیم. جواب من اینه که همینطور که میبینید این زمین‌ها اصلا شخم نخورد. ما به روش کشت مستقیم کاشت رو انجام میدیم و اگر یه خورده زوم بکنم میبینین که اینا بقایای محصولات قبل پارسال روی این زمین کانولا یا همون کولیزا کاش شده بوده که میبینین این چوباش مونده. کفش هم گندم های 2 سال پیشه که مونده. ما به هیچ عنوان زمین همون رو شخم نمیزنیم، قبلا هم گفتم، و مستقیم با دستگاه کاشت میکنیم. لازمه بگم کل 2000 هکتار رو به همین تکنیک میکنیم. کلا ما کشت مستقیم فقط انجام میدیم. تمام محصولاتمون هم دیگ هست، چون اینم یکی دیگه از سوالایی که دائما از ما پرسیده میشه، و کل کار رو هم 3 نفری انجام میدیم برای کاشت. یعنی من که در حال اپراتوری دستگاه کاشت هستم، رایان داره تعمیرات رو انجام میده و برای من کید و بذر رو میاره. نیرویی هست که برای ما کار میکنه و اون در حال اسپری کردن هست در حال حاضر. بعداً وقتی اسپری تموم شد، هم دستگاه کاشت دوم رو اپراتوری خواهد کرد. یعنی همزمان 2 تا دستگاه کاشت در این لحظه خواهد داشت. ولی فعلا همین 3 نفر هستیم و فعلا با یه دستگاه کاشت